شهاب حسینی خیلی خوش تیپه. پس خوشتیپ‌ترین بعد علیا، همه بعد علی. بابا اذیتم نکن. به خدا راست دارم میگم. یعنی به نظر تو علی زیباترین؟ وای معلومه، هم خوشگله، هم خوشتیپه، هم نازه، هم مهربونه. آخه فقط صورت آدم نیستش که. وای خدا چی باید جواب بدم؟ نه به نظر من همشون بد علی. چرا الان میخندی؟ چو گفتی فقط صورت ما. منظورم این بود که ویژگی‌های دیگه‌ای هم داره. همون بعضی بود که ویژگی دیگه مهمه. صورتش هم مهمه. صورتش هم مهمه. خیلی به نظر من خوشگله. چرا اینجوری میکنی؟ احساس میکنم داری مسخره میکنی. تو داری یه سری چیزایی میپرسن هم که این شایبه رو به وجود میاره که بعد علی خیلی خوش تیپ و خوشگل داریم. یه لحظه وایسا.